آیا می‌دونستی سرنوشت یک پیامبر خدا با سرنوشت امام حسین علیه السلام به طور عجیبی گره خورده است؟ پیامبری که با تولد خارق‌العاده به دنیا آمد و در کودکی به نبوت رسید و سرانجام سرش از تنش جدا شد، نه در میدان جنگ بلکه به خاطر هوس یک زن زناکار. او همان حضرت یحیی است، پیامبری که خونش فریاد مظلومیت تمام تاریخ شد. اما رازهای او همینجا تمام نمی شود، چرا که یحیی روزی با شیطان ملاقات کرد و عجیبتر این که شیطان او را نصیحت کرد. میخواید بدونید شیطان چه حرفی به این پیامبر بزرگ زد؟ پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و همین حالا کانال گنجینه نور رو دنبال کنید تا هیچ کدوم از اسرار الهی رو از دست ندید. پیامبری که بدنش به یک زن زناکار داده شد، منزه از خداوند عزوجل اوست که هر کس جان میبخشد دوباره آن را باز میستاند. حضرت یحیی علیه السلام فرزند حضرت زکریا و از پیامبران بنی اسرائیل و پسرخاله حضرت عیسی علیه السلام است. حضرت یحیی نبی الله 6 ماهه به دنیا آمد و در کودکی به مقام نبوت رسید. نام مبارکش 5 مرتبه در 4 سوره قرآن آمده. حضرت یحیی علیه السلام از نسل لاوی 3مین پسر یعقوب نبی است. داستان غم‌انگیز و تکان دهنده حضرت یحیی علیه السلام، پیامبری که بیشترین شباهت را به امام حسین علیه السلام داشت. در بیت المقدس در زمان حضرت یحیی پادشاه هوسباز به نام هیرودیس وجود داشت که قصد ارتباط با دختر برادر خود به نام هیرودیا را داشت و پس از آن که فیلیپوس از دنیا رفت، هیرودیس با همسر برادرش ازدواج کرد. هیرودیس شاه هوسباز عاشق دختر زیبای برادرش شد، به طوری که زیبایی هیرودیا او را در گروه عشق آتشین خود قرار داده بود. از این رو تصمیم گرفت با او که برادرزاده و دختر همسرش بود ازدواج کند. این خبر به پیامبر خدا حضرت یحیی علیه السلام رسید. حضرت با صراحت اعلام کرد که این ازدواج برخلاف دستورات تورات است و حرام می باشد و سر و صدای این فتوا در تمام شهر پیچید و به گوش آن دختر رسید. او کینه یحیی را به دل گرفت، چرا که او بزرگترین مانع بر سر راه هوس‌های خود می‌دانست و تصمیم گرفت در یک فرصت مناسب از او انتقام بگیرد. ارتباط نامشروع هیرودیا با عمویش هیرودیس بیشتر شد و زیبایی او شاه هوسران را شیفته‌اش کرد، به طوری که هیرودیا آنچنان در شاه نفوذ کرد که شاه به او گفت هر آرزویی داری از من بخواه که قطعاً انجام خواهم داد. هیرودیا گفت من هیچ چیز جز سربریدن یحیی را نمیخواهم، زیرا او نام من و تو را بر سر زبانها انداخته و همه مردم به عیبجویی ما مشغول نموده است. پادشاه فلسطین هیرودیس روز تولد خود را جشن گرفت و دستور داد یک تشت طلا حاضر کنند و مأمور جلادش گفت بروید و یحیی را دستگیر کرده و به اینجا بیاورید. حضرت یحیی علیه السلام را دستگیر کردند و نزد پادشاه و دختر برادرش هیرودیای زناکار بردند. در آن مجلس سر از بدن پیامبر خدا جدا کردند و درون تشت طلا نهادند و با بقیه بدن حضرت یحیی آن را تکه تکه کردند و به بدنش بی احترامی شد و خون او تا مدت‌ها می جوشید. حضرت یحیی علیه السلام در سن 23 سالگی به شهادت رسید. این بود سرگذشت پیامبری که در کودکی به او کتاب و حکمت داده شد، با زهد و پاکی زیست و در نهایت مظلومانه به شهادت رسید. حضرت یحیی علیه السلام آینه از حقیقت و ایستادگی در برابر هوای نفس و ظلم بود.
و چه شباهتی شگفت میان او و سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام هست. هر دو برای حق قیام کردند، هر دو به خون خویش به شهادت رسیدند و هر دو تا همیشه تاریخ چراغ راه آزادگان ماندند. اگه این داستان پر از راز و حقیقت برایت الهام بخش بود، فراموش نکن کانال گنجینه‌های نور رو دنبال کنید، چون تازه آغاز راه و کشف اسرار قرآن و اهل بیت است.